درود به شما عزیزان، در خدمتتون هستیم با آموزش تب وب هوکس از پلاگین نورال پرس. خب دوستان، در حال حاضر ببینید وقتی که شما پلاگین رو نصب میکنید این قسمت خالی هست، هیچ وب هوکی در واقع اینجا وجود نداره و هیچ لاگی هم وجود نداره و خالیه. حالا ما اینجا برای تست یه تعدادی وب هوک اضافه کردیم و به خاطر همین یه تعدادی هستش. ببینید توی این قسمت یه قسمت داریم راهنمای گام به گام راه اندازی وب هوک که وقتی روش کلیک کنید یه سری متن به شما نشون میده و یه سری راهنما. قبل از اینکه هر کاری رو انجام بدید شما این قسمت رو انجام بدید، یعنی اینجا نوشتیم واسه قبل از هر چیز تست کنید. وارد وبسایت webhook.site میشید و یک URL رایگان میگیرید و اون رو ست میکنید توی این قسمت endpoint و یه تست میگیرید که مطمئن بشید هاستتون در حال حاضر پشتیبانی میکنه، مشکلی وجود نداشته باشه و بعد برید وبهوک اصلیتون رو بگیرید. ما این سایت رو بازش میکنیم. توی این سایت اینجا خودش یه URL بهمون میده، ما اینو کپی میکنیم برمیگردیم توی پلاگین، اینجا پیستش میکنیم و این نامو میزنیم تست آموزشی. این قسمت رویدادها رو کلا برای وبهوک اصلی باید فعال کنید و خب حالا ما به همین صورت میذاریم فعال باشه. افزودن رو میزنید. اینجا ببینید تست آموزشی اضافه شد. حالا برای تستش چیکار میکنم؟ کافیه اینجا روی این تست کلیک کنید. ببینید که توی تستی که میگیره اون لاگی که به ما میده چی. ببینید خب الان یه test.ping ما اینجا داریم که مربوط به همین تست آموزشی هست که ایجاد کردیم، یعنی وبهوکی که برای تست آموزشی ایجاد کردیم و وقتی که این تست رو گرفتیم میتونیم برگردیم توی وبسایت webhook.site و یه همچین ریکوئستی رو میبینیم که ثبت شده توی سایت و اینجا میتونید ببینید که رویداد چی بوده، مثلا test.ping بوده، بعد وبسایت، حالا اسم پلاگین، ورژن و بقیه اطلاعات. اینجا هم دوباره لوکیشن و این موارد هستش. پس از این طریق میتونیم مطمئن بشیم که تستمون داره درست کار میکنه و مشکلی نداره و میتونیم بریم سراغ اون وبهوک اصلی. استاتوس 200 که بزنی یعنی اوکیه و هیچ مشکلی وجود نداره. پس این تست رو ما انجام دادیم و هیچ مشکلی وجود نداشتیم. خب قسمت بعد ببینید چند تا روش اینجا مشخص کردیم که بر اساس علمی که شما دارید نسبت به نتورک، نسبت به هوش مصنوعی ها، نسبت به برنامه‌نویسی، حالا متن باز بودن، نبودن، همه اینا یکیشو باید شما انتخاب کنید از بین این روش هایی که ما معرفی کردیم. ما همون ساده ترین روش رو به شما آموزش میدیم که عمومی است و همه شما میتونید انجامش بدید. توی این قسمت اینجا نوشتیم ساده ترین روش make.com. وارد وبسایت make.com میشید و یه حساب رایگان میسازید. برای این کار نیاز هست که یه VPN فعال داشته باشید و آی پیتون رو تغییر بدید به یه کشور دیگه. حالا ما اینجا از اوکراین استفاده کردیم و اوکی بود. خب اینجا ما اکانتمون رو ساختیم اینجا. خب ما اینجا اکانتمون رو ساختیم، ولی خب برای اینکه بیایم یه دونه دیگه ایجاد کنیم اینجا توی قسمت سناریوها نیاز هست که create new سناریو جدید بزنید. create سناریو رو بزنید
و یه سناریوی جدید ایجاد کنید. کلی این کارهایی که داریم انجام میدیم همینجا توضیح داده. گفتیم که روی Create New Scenario بزنید، بعد در جستجو وب هوکس رو پیدا کنید و ماژول کاستوم وب هوک رو انتخاب کنید. ما اینجا همین کار رو میکنیم. اینجا وب هوک رو میزنیم، وب هوک برید. من یه لحظه برگردیم مجدد کریتو میزنیم، بوکس. اینجا یه وب هوکس وجود داره، اینو انتخاب کنید. وقتی وب هوکس رو انتخاب کردید اینجا کاستوم وب هوک یه همچین چیزی واسه تون ایجاد میشه. سیو رو میزنید، کرییت رو میزنید اینجا، سیو. یه URL اینجا بهتون میده، کپی میکنید، سیو. ما اینجا میتونیم برگردیم، سیف چنج رو میزنیم. اینجا میبینید که هیچ داده‌ای وجود نداره. توی قسمت وب هوکس دو تا اینجا وجود داره که یکی شما قبلا وارد کردیم، یکیشو جدیدن. بذارید ببینم. اوکی. ببینید اینجا شما وقتی که ایجاد میکنید سناریو آیدی رو اینجا دارید، سناریو URL رو اینجا دارید و سناریو استاتوس رو اینجا دارید که در حال حاضر غیر فعاله. برای اینکه فعالش کنید باید چیکار کنید؟ توی قسمت سناریوها ببینید اینجا ما دو تا وب هوکس داریم، یکیش فعاله اینجا، یکیش فعال نیست. اینی که تازه ایجاد کردیم فعال نیست، فقط کافیه ما اینو تیکش رو اینجا بزنیم فعالش کنیم. برمیگردیم به این صفحه، اینجا توضیح داده. کاستوم وب هوک رو ما زدیم، روی اد کلیک کردیم، URL منحصر به فرد رو گرفتیم، URL رو کپی کردیم، به این صفحه برگردید و endpoint URL رو با این آدرس پر کنید. خب میگه فیلد نامو میتونید make.com بذارید، همه ایونت ها رو تیک بزنید، یعنی اینجا رویدادها رو کلا تیک بزنید و کار تمامه. خب URLی که کپی کردید و اینجا وارد میکنید. نام اختیاری، اینجا مثلا ما آدرس سایت رو میزنیم make.com رو میزنید و افزودن. حالا من وب هوک جدید اد نمی کنم و خب روی وب هوک قبلی که ساخته شده تست میگیرم واسهتون. اینجا اد که بکنید بین اینا الان مثلا این تست آموزش که هیچی، یه همچین چیزی اگر دقیقاً طبق آموزش برید وب هوکتون به این صورت ایجاد میشه. خب و شما وقتی که اینو تست بگیرید اینجا یه تست پینگ بهتون میده. من VPN هم روشنه، عذرخواهی میکنم، من یه رفرش کنم مجدد. خب وقتی که گفتیم endpoint رو اینجا کپی کردید، URLی که از make.com گرفته بودید یه اسم هم واسهش انتخاب کردید. این قسمت های پایین هم نیاز نیست پر کنید. رویدادها، همه رویدادها رو انتخاب کردید. یه همچین چیزی شما
توی وب هوکاتون ایجاد میشه و اینجا میتونید روی تست کلیک کنید، ببینید این لاگی که بهتون میده چیه. خب ما 200 رو گرفتیم، پس اوکیه. خب حالا میریم یه نوشته ای رو ویرایش میکنیم برای تستش. اینجا خب فرض میکنیم این نوشتهمون هست، ما اینو ذخیره میکنیم. ذخیره که میزنیم یه رفرش میشه این مقاله دیگه و نیاز هست که یه درخواست به وب هوک ارسال بشه و اعلام کنه که یه تغییر توی این مقاله ایجاد شده. حالا اگر تغییر باشه این وب هوک عمل میکنه، اگر مقاله جدید اضافه بشه، حذف بشه، هر اتفاق دیگه‌ای که بیفته توی مقالات و محصولات، این وب هوک خودش اتوماتیک عمل میکنه. خب اینجا یه بروز رسانی بزنیم. خب ببینید اینجا دقیقاً 12:54 12:53 دو تا ثبت کرده. ساعت سیستم هم که همینه. میبینید یه پست آپدیت، یه رویداد پست آپدیت با همون اند پوینتی که ما ثبت کرده بودیم، دو تا اند پوینت فعالمون داره 200 میده و اوکی درخواست رو ارسال کرده. حالا اینا چرا دوتا هست؟ یه دونه این تست آموزشیه که ما گرفتیم و این تستا فکر کنم اگر اشتباه نکنم 24 ساعته باشه و غیر فعال میشن، فقط برای تست بیشتر. یه دونه هم که این make.com ما گرفتیم به صورت دائمی روی سایتمون وجود داشته باشه. این دوتا فعاله. این 4 تا قبلا تست بوده خب و الان دیگه غیر فعاله و هر بار که ما هر آپدیتی که انجام بدیم این قسمت ببینید این لاگایی که اینجا وجود داره خب چند تا هست؟ 1 2 3 4 5 6 تا اینجا ما داریم. 6 تا یعنی هر وب هوکی که ثبت کرده باشید میاد عمل میکنه به صورت اتوماتیک بعد از هر ویرایش و انتشار و ایجاد پست، حالا پست، محصول، هر چیزی. و اینجا میبینید که 4 تاش 404 داده، یعنی در دسترس نیست اصلا، مشکل داره. و 2 تاش 200 تا، 2 تایی که 200 داده این 2 تاست و 4 تایی که 404 داده این است. به خاطر همین این تستایی که اینجا گذاشتیم توی این قسمت گفتیم اینو انجام بدید از webhook.site برای تست فقط، یعنی اینو به صورت دائم فکر نکنید توی سایتتون میمونه. و همین این قسمت نمونه پیلود جیسونتون هم اینجا میتونید ببینید. یه نکته دیگه برای چک کردن وب هوکتون اینه که شما بعد از اینکه یه ویرایش انجام دادید یا تست گرفتین فرقی نمیکنه، میتونید چک کنید ببینید که این وب هوک ثبت شده، این ریکوست ثبت شده یا نه و اطلاعاتش رو چک کنید. چک کردنش به این صورت: شما حالا ما پست آپدیتمون رو ثبت کردیم، میریم توی داشبورد make.com. توی داشبورد make.com وارد قسمت کردیت میشیم. توی این قسمت اون کردیت هایی که استفاده شده رو میبینید. ما وارد آخریش میشیم. وارد که بشید اینجا یه چیز هست، لاگ بهتون نشون میده. روی این لاگ که کلیک کنید میتونید ببینید که مربوط به چه سایتی بوده. الان میبینید طرح تاریخش، آیدیش چی بوده و رویدادش چی بوده، مثلا پست آپدیت هست و مطمئن میشید که وب هوکتون داره درست کار میکنه. همین کار رو توی بخش تست هم میتونید انجام بدید. اینجا شما webhook.site رو که وارد بشید میتونید ببینید که ببینید اینجا پست آپدیت زده، طرح رایان، تاریخ و ساعت و اینا
بعد تایپش هم اینجا پست زده، تایتل رو اینجا میتونید ببینید که ما مربوط به پلاگین ایران شیلد بوده. محتوایی که آپدیت شده رو میتونید ببینید و ورژن پلاگین و اسم پلاگین. پس اینجا به درستی وب هوکامون ست شده و هیچ کار دیگه ای نداریم توی این قسمت. و اینکه دیگه موردی توی این قسمت نمیمونه. امیدوارم که موفق باشید.